جهت بوریشوت زیادی برف در وقت‌های اخیر روح‌های موشنگرد در چهار طرف سمت‌ها از شهر خروق بند می‌گشتند بدون مانع برای حرکت نقلیات. همچنین بندشوی روح‌ها در بعض منطقه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و بالاروی نرخ‌های محصولات غذایی آورده می‌رساند. از این رو با سپارش رهبریت مقامات ولایتی و تشبث کارمندان شعبه خدمات ضد انحصاری جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان، نرخ‌های محصولات روزمره در بازار مرکزی شهر خروق مورد سنجش قرار داده شد. با گفت ساکنان خروق از گرانی ارزش محصولات خوراکه در بازار و مغازه‌های گرد بازار شکایت نمودند، اما به اندیشه متخصص شعبه خدمات ضد انحصاری جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان شهنازه اوجی محمدova نرخ محصولات در بازار شهر خروق نوابسته از تاثیرات راهبندی معتدل است. ما کارمندان خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان با سفارش رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان سنجش ها در بازار گذراندیم. مقصد اساسی رید ما از آن عبارت است که بعضی ساکنان مراجعت کردند که نرخ‌ها در بازار بلند شدند، اما نتیجه رید معین ساخت که نرخ‌ها در بازار در یک سطح معین قرار دارند، اما این رید آخرین ما نبوده. من بعد ما سنجش ها را در بازار می‌گذرانیم. تاجران و سوداگران محلی هنگام صحبت و ملاقات با کارمندان شعبه خدمات ضد انحصاری قید داشتند که چون راه‌ها سر وقت تازه می‌گردند، مال محصولات نو نیز وارد می‌گردد و از این رو یگان سوداگر نمی‌تواند با استفاده از چنین موردها نرخ محصولات را بلند سازد. عین سنجش معین شد که ارزش محصولات نیاز اولیه به مانند آرد و افغان و برنج برابر با نرخ‌ها در دیگر منطقه‌های مملکت میباشد. این ساکن شهر خروق پولاد دولتوف بر آن است که همه تاجران بازار ساکنان محلی میباشند و از روی انصاف نیست اگر مواد اوزاقه را به خویش و تبار و همسایگانشان گران فروشند. نرخ نوع من بازار مرکزی شهر خروق اگر چیز کنیم، من با شرایطی که من این سال زمستون برف بسیار بارید، راه ها قریب که همه طرفا محکم شدن، لیکن نو بسته به همین من سوداگران بازار شهر خروق به همین نگاه نکردن. نرخ در یک توازن معین من موجود است. محصولات های جایداری به مانند شیر من که تنقیصی کشیده استادیم با همون نرخی که من یک لیترش 5 سومون بود حاضرم همون 5 سومون است. فقط کم بودی در چی است که راه ها محکم من محصولات با بازار کمتر وارد می شود، نرخ بلند نشده استاده است. یعنی مقصدم که خلق در تهلکه نهفتد که من راه ها من بگیریم محکم شدند و ما من فرض کردیم که با یکون تنقیصی میشیم. شکرانه خدا گوییم که تا حاضر تا همه روزه من نرخ نما بلند نشده است. بازار مرکزی شهر خروق مرکز اساسی خرید و فروش محصولات اوزاقه‌واری برای ساکنان شهر و نواحی نزدیک به شمار می رود و بالاروی نرخ محصولات در این بازار ضرر به جیب اکثریت مردم بدخشان خواهد رساند.